بعد از 13 روز از مسافرت برگشتم، اومدم سر زنبور. با دیدن این صحرا اولین چیزی که به ذهن من رسید این بود که یه تعداد از کلونی ها ترک کندو کردن، یه تعداد بی خوراک موندن و یه تعدادم تخم‌ریزی رو تو حداقل گذاشتن. ولی با دیدن زنبورا واقعا شرمنده شدم، چون 13 روزه که من اصلا سر زنبور نبودم که بخوام بگم چیزی دادم یا ندادم و حتی کیکی گردم سر این زنبورا نبوده، چون وقتی که رفتم گرده صحرا خوب بود، تیغ گل داشت. ولی الان که برگشتم از لحاظ تخم‌ریزی، از لحاظ اصلا همه چیز اوکیه. بفرمایید مثل اول بهار چوب تا چوب تخم ریخته. اینه که میگم رفقا اول به فکر این باشید مدیریتتون رو درست کنید، مدیریت درست حسابی داشته باشید، نه مثل من 13 روز زنبور ول کنید، نگاه کنید ژل رویال زیر لارف ها رو. بعد از اون مدیریتتون درست شد، اینم ملکه شماره 25 کندوی 25، من ملکه هام و کندو هام یک شماره دارم. مثلا این کندو 25 ملکه هم که داخلش پلاک 25 مونه. اول مدیریتتون رو درست کنید، بعد برید سراغ یه ژنتیک درست حسابی و بعد از اون صحرا. چون اگر داخل این صحرا زنبور من کارنیکا نبود، بوکفست نبود، ژنتیک درست حسابی نبود، نه تنها اینکه اسم من فقط یک نژاد باشه، نه اگر ژنتیک درست حسابی نبود، به جای اینکه الان من بیام زنبور 5 قابم، زنبور 7 قابم، 8 قابم اینجور تخمیزی، اینجور ذخیره عسلی داشته باشه، باید می اومدم کندو خالی جمع می‌کردم یا کندوهام از نظر تغذیه 0 بودن. حالا منم باید شروع کنم به اینا کیکی گرده بدم، دوغاب بدم، شربت بدم و جمعیت سازی اصولی و درست حسابی رو انجام بدم. پست هاشم برای شما به ترتیب میذارم.